زبان آموزی که اسپیکینگش خوبه قطعا این 3 تا اپ تو گوشیش نصبه. شماره 1 English Conversation and Speaking Practice برای تامین مکالمه با لهجه‌های طبیعی. دیالوگای آماده داره در موضوعات روزمره و کاربردی. آخرش هم میتونی صدای خودتو ضبط کنی و متوجه میشی که چقدر شبیه نیتیو اسپیکر حرف زدی. شماره 2 English Grammar Practice. اگه هنوزم داری تو زمانا گیج میزنی، این اپ هر 12 زمان رو با تمرین و مثال زیاد برات جا میندازه. میخوای گوشات به انگلیسی واقعی عادت کنه؟ Learn English Listening رو نصب کن. از سطح مقدماتی تا پیشرفته فایل‌های صوتی داره به علاوه ترانسکریپشن. این 3 تا اپ رایگانن. کافیه که نصبشون کنی. هر روزی فقط 10 دقیقه برای هر کدوم، در کل 30 دقیقه تمرین کنی. ماه دیگه همین موقع معجزه رو تو وجود خودت احساس می‌کنی. برای دریافت لینک این 3 تا اپ فقط کافی عدد 30 رو این زیر برام کامنت کنی. بای.